سلام، احوال شما چطوره دوستان؟ راستی از پیلی پیلی خوردن سیدعلی و کوسه بعد از در اومدن چرخ گوشت مذاکرات چه خبر؟ حالا چپ میرن راست میان میزنن تو سر و عمامشون که ای داد ای هوار کشکم نصیبمون نشد. در 3 روز مذاکرات ژنو چه گذشت؟ ظاهراً این دوره از مذاکرات با دوره‌های دیگر متفاوت بود. چی شد که ناگهان سطح مذاکرات از مدیران کل و معاون وزیر به سطح وزرا ارتقا پیدا کرد؟ چی شد که زمزمه‌های امضای یک توافق به واقعیت نپیوست؟ چه کسی زیر میز مذاکرات زد؟ پاسخ باند سیدعلی به این سوالای چپندر قیچی اینه که آقا کوسه و دنبش زدن رشته های عظما رو پنبه کردن. شربت مداری کاسه کوزه مذاکراتو میکوبه تو عمامه شیخ و میگه مدعیان اصلاحات با سیاه‌نمایی درباره شرایط اقتصادی کشور و ذوق‌زدگی همراه با ابراز اعتماد نسبت به آمریکا تیم هسته‌ای کشورمان را در موقعیت نیاز و دشمن را در موضع ناز قرار دادند. تیغ کش سیدعلی رو نگاه که حالا باید بیفته به نازکشی از نظام سلطه. آخه کپ که پرکنده. مثلا تو فکر میکنی سرتو میکنی زیر برف بعد فوت میکنی تو چپاق سیدعلی دود و دم راه میندازی همه مثل بسیجی ها خر میشن. مثلا فکر میکنی قبل از اینکه شیخ پری بگه خزانه خالیه غربی ها نمیدونستن سیدعلی تو چه فاز فلاکتی داره سیر میکنه؟ بابا وقتی عظما کد نرمش قهرمانانه رو داد طرف حسابا تا ته خط ذلت سیدعلی رو خوندن. این احتمال وجود داشت که در این جلسه بحث‌های بسیار مهمی مطرح بشه که شد و حتی این احتمال وجود داشت که به نتیجه برسه و خیلی هم نزدیک بودیم. درسته که ما هنوز توافق نداریم ولی رو بسیاری از موارد توافق داریم، ولی چون تا رو همه چی توافق نداشته باشیم رو هیچ چیز توافق نداریم الان راجع به توافقات صحبت نمی‌کنیم. هر کی هم راجع به این که رو این توافق کردیم رو این توافق نکردیم صحبت بکنه اشتباه میگه. الان رو هیچ چی توافق نیست، رو همه چی توافق. شما فهمیدین یارو چی گفت؟ سوزنش گیر کرده رو توافق. هی توافق کردیم میخواستیم بکنیم حالا داریم توافق میکنیم بعدش میکنیم. بدبخت فکر میکرد با هرهر و کرکر و ریش بزی میتونه سر طرف حسابا رو شیره بماله. جای ورور توافق حرف اصلی کوسه رو بزن. اینه. اگر نبود کارشکنی وزیر خارجه فرانسه حتما می توانست به یک نقشه راه اساسی برای روزهای آینده در مذاکرات تبدیل شود. بابا فرانسه کدومه؟ این سوسه ها چیه میای؟ سانس خیمه شب بازی تموم شده. آقا جون یه سوال بیشتر رو میزتون نیست، اونو جواب بدی. این سیدعلی اسقاطی بالاخره جام زهر رو تا ته میره بالا یا اینکه میخواد زیر بردنه تحریما له و لورده بشه؟ همینو بس سلام. موشکار